یک روز جدید در زندگی قندیکل و لالاها. فردای همان روز مادر قندیکل از خواب بیدار شد و قندیکل و ماپون را از خواب بیدار کرد که جام جلو را خلاص کنن و بیاین چای صبح خود بخورن. مادر قندیکل مثل هر روز وقت بیدار شده بود و چای صبح آماده کرده بود به خاطر که پدر و برادر قندیکل چای بخورن و بروند سر کار. بعد از خوردن چای صبح مادر قندیکل گفت: او دخترا، من بروم که یک چند تا رود خمیر کنم که قنداروا جان پدرتان عوض کرده این مادر مرده. قندیکل که این گپ شنید بسیار خوش شد، اما برای خود ناورد و به خوردن چای خود ادامه داد. لالاها هم به یک امید به طرف داشت روان بود و به دلش برش الهام میداد که امروز قندیکل میآید. بالاخره صبر لالاها به پایان رسید و تقریبا خمیرای مردم هم خلاص شد. قندیکل همراه تشت خمیر داخل دار شد و سلام کرد و با اشاره چشم و ابرو همراه لالاها اول پوستی کرد و گفت: مادرم چند تا رود خمیر کرده و به خودتم گفته که ایره درست پخته کنی در آخر داشت که خامسوز نشه روتا و خوبش بیه. لالاها میگوید: چشم قندیکل جان، تو فقط امر کن. قندیکل باشنده میگوید: میشه از جانکم یک دانش به خودم بیگه، اگه نه باز بلونم پایان نمیره. لالاها به شوق و ذوق روتا را پخته کرد و جمع کرد به دست قندیکل داد و در اثنایی که قندیکل از داشت می‌آمد به لالاها گفت: نیتت پاک است و گپت راست است. باید فامیلتان به خوزگاری روان کنی خانه ما و دست مرا از پدر و مادرم بخواهی. اول از گفتن ایدب قندیکل به طرف خانه روان شد